یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad ya habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar ikrom, imrozangi suhbat tomonda darbore muhabbat va islom suhbat میکنیم. رسول خدا مرحمت میکنن که شما عرب را به سه سبب دوست دارتان. دوست دارتان برای آنکه من عرب هستم. دوست دارتان برای آنکه قرآن به زبان عرب نازل شده است. دوست دارتان عربی را برای آنکه روز قیامت بعد حساب در جنت مؤمنان پیدایشان به عربی صحبت میکنند. هر سه همین صفت و بناءً قلب انسان به زبان عرب محبت باید پیدا شود. هر انسان میخواهد که هم صحبت رسول خدا شود. هر انسان میخواهد که قرآن را فهمد. هر انسان میخواهد که در جنت انسان صحبت کند. هر سه همین صحبت را به زبان عربی بدنش باید انسان ها به زبان عرب مهرمانند و در طلب آموختن زبان عرب باشد. در دیگر حدیث رسول گفتند که شما زبان عرب را آموزیدتان چون که زبان بهشت جنت است. باید برادرها یک به علم رغبت کرده، به اسلام رغبت کرده، از سخنی که به همون سخن در جنت مؤمنان باید دیگر صحبت میکنند، همین صحبت ها لغت ها آزاد کنیم که ما به قرآن و به پیامبر خدا و به جنت عاشق بودنمان را معلوم کنیم. چونکه عاشقان به سوی معشوق خداهاشان هر دایم روانه میشوند و در طلب هوای میشوند. ما مسلمان ها هم سوی پیامبر خدا، سوی جنت اگر خواهیم اگری زبان عربی را آموخته به هوای آموختن خود عشق خدامان را نشان میدهیم. السلام علیکم و رحمت الله.